و بچه‌ها هیچکی نمیاد روی خط به غیر از رضا فرشته. بینندگان خوب سوال اقتصادی ووت سوال اقتصادی هستم. ستون دارم پای اینا رو میبوسم. دیگه قطع شد، صداش قطع شد، اینترنتش ضعیفه. خب آقا این شروع برنامه بود دیگه با شانس تلفن رضا. بریم امروز از برنامه‌های کوتاه چیز دارم، میخوام میخوره به قول معروف بیزنسی صحبت کنیم و قول بزنم بهتون. اولا اینکه آقا یه خورده سرتون میره بالا دیگه 20 رو رد میکنین، شروع کنین تو دماغتون و موهاشون رو زدن با گوشاتون. حالا گوش اگه موشن در نیومده حالت به هم میخوره روزی که در میاد. ولی تو دماغتون من خیلی میبینم مردم موهای دماغشون زده بیرون، با این هستن که ان شاءالله کسی نمیبینه یا مثلا اشاره نمیزنه بیرون، دو میزنه بیرون، وسیله است ویژ بزنن تموم شه. انیویز آقا میخوام خود قور بزنم بهتون. گاید ببخشید نه اولم کن گایدینا. آقا چرا کار نمیکنین؟ هر کی به من میرسه دنبال اینه که پول در بیاره، هیچ گوی نمیخوره. من دیگه حوصله ندارم با قانونای یوتیوب برم و از این حرفا. من حرفم دلم اومدم بزنم دیگه. آقا چرا بلند نمیشین یه کاری بکنین؟ مثلا طرف داره اوبر کار میکنه، خب بعد میگم چرا یه کاری میکنه؟ میگه اوبر کار میکنم. بابا اوبر داره زندگی تو میچرخونه، کار با اونی که زندگی میچرخونه دو تا چیز متفاوته. تو باید دنبال چیزی که بتونه واسه پول در بیاره. من خدا وکیلی الان 5 روز 6 روز برگشتم، الان نمیدونم 10 روز برگشتم از آمریکا. تو این 10 روز با 5 تا بیزنس جدید اومدم بالا که اگه من الان بیکار بودم، یه پسر تنها بودم تو بین سن 17 تا سن 35 بودم، به خدا 2 تا بیزنس راه انداخته بودم که دیگه وقت نشم به بیزنس سوم برسم. مثلا من اگر اوبر بودم کاری که میکردم برای خودم یه بیزنس درست میکردم که هر دفعه یه مشتری یه جا میبرم به 4 تا کاغذ مثلا بندازم، میدونی همسایه برم یه در بزنم یه دقیقه حرف بزنم، ها زرک یه در میزنم یا در واسه یه مشتری انگار به نظر رسیده. اینو آن تاپ اون اوبرم استفاده میکردم، یعنی از اوبرم سوء استفاده میکردم. بعد حالا مثلا چه بیزنسی میشه کرد؟ آقا تمیز کردن پنجره، سقفو تمیز کردن. کارهای آنلاین هم هست که تو میتونی ببین مثلا یه جنسی رو پیدا کنی، بعد بری یه جا لیست بکنی، بعد اگه فروش رفت اون خودش بره به اون یکی اون بفرسته و از این صحبتا. خب میفهمم این چیزا رو. 2 تا حالت داره، یا شعورشو داری یا نداری. اگه نداری که اصلا بحث نکنیم. اگر داری این کارو شب تو تختت میتونی بکنی. وقتی که از حمالی برگشتی، کسی که داره زندگیشو میسازه تو سن 15 تا سن 35 تو این 20 ساله باید 24 ساعته تکنیکلی کار کنه. 24 ساعته. یعنی تو باید مجبور شی به خاطر اینکه دیگه نمیتونی بری جلو، به خاطر اینکه داری گم میزنی بخوابی. مثال خودمو میزنم. من وقتی داشتم بیزنسمو میساختم که برسه به 4 میلیون دلار سالی، این بیزنس داشت واسه من براش کار میکردم شبا و مثلا فرض کن یه جنسی رو بعد لیست میکردم. بعد ما چون جوهر داشتیم سیاه و آبی و زرد و صورتی بود، مثلا یه پکیج داشتیم که فقط سیاه بود، یه پکیج داشتیم که 2 تا سیاه بود، یه پکیج داشتیم 2 تا سیاه بود با رنگا. خب اینا بود. واسه همین مگه جنسی میمونم بس مثلا جنس 16، بعد جنس 16 رو بعد 20 جور لیست میکردم، یه دونه سیاه اینا. بعد کاری که داشتی خب لیستینگت بود روش زده بودی یه دونه سیاه، بعد اون لیستینگ رو کپی می‌کردی می‌رفتی یه دونه سیاه رو می‌کردی 2 تا سیاه، بعد پایینم قیمت رو بعد زیاد می‌کردی دیگه، بعد شیپینگش هم باید عوض می‌کردی. واسه من یه کاغذ داشتم که 1 2 3 4 5 نوشته بودم، نگاه می‌کردم هر دفعه میگم 1 قیمت رو عوض کن، قیمت رو عوض کن، 2 عدد رو عوض کن، عدد رو عوض کن، میرفتم تا آخر. بعد دیگه شبا ساعت 2 3 4 که میشد میرسیدم به مثلا سومی کامبینیشن، می‌دیدم که مثلا یادم رفته بود چیز قیمت رو عوض کنم، یا مثلا یادم رفته بود. بعد که به 7 تا اشتباه میرسیدم گفتم اوکی دیگه مغزم نمیکشه دیگه، واقعا نمیتونم. بعد میرفتم میخوابیدم. خب تختم هم با صندلی فقط خودم از پشت مینداختم میرفتم رو تختم، خودم مینداختم رو تختم میخوابیدم. بعد صبح که چشمو باز میکردم هنوز دیگه یه چشم نمیبینه، هنوز چشم نمیبینید داشتم چیز میکنم که بعضی موقع نمیدیدم چی داره نوشته رو صفحه، چشام میمالودم که ببینم کجام که بتونم ادامه بدم. من اینجوری کار میکردم. بعد تو این حالت مدرسه میرفتم، SFU دانشگاه درست حسابی، نه این شرور آنلاین و دانشگاه مثلا شهر 1000 نفر دانشگاه تو کلاسمون 700 نفر فقط تو یک کلاس آدم میشه، یعنی دانشگاه خفن. دانشگاه میرفتم فول تایم 2 جا کار میکردم، اینم میکردم، یعنی درس میخوندم، حمالی میکردم، آنلاین هم انجام میدادم. این وقتی بود که مامانم میگه بشین خونه بهت پول میدم. میگه هر چقدر میری حمالی میکنی در میاری و بشین خونه دوباره بهت میدم. گفتم نه، چون شاید حمالی گندشه، تو چه میدونی؟ همه که نباید رو خونه بشینن از ایمیل پول در بیارن.
یه نفرم هست داره رنگ میزنه میلیونر شده، یه نفرم هست داره چاه میکنه میلیونر شده. آدم دنبال پوله، بعد دنبال پول بدوه. تو خونه چه گویی میخورین؟ همه همیشه خونه‌ان. من تو سن 15 تا 30 خونه نبودم هیچ وقت. حالا تا 30 که من 23 4 دیگه بیزنسم قوی شده بود دیگه، فقط میرفتم اشغال. آره خونه بودم بعد از اون، ولی قبل از اون من واقعا خونه نبودم. همیشه داشتم یه کاری میکردم، با دوستام که مثلا مسافرت میگفتن آقا هیچکی خواب سهیل رو نمیبینه. آخرین نفر همین، حالا 50 نفر میتونست باشه نه 2 نفر، آخرین نفری که میرفت خوابه من میخوابیدم، اولین نفری که بیدار بود من بیدار بودم. یعنی هر کی نفر دوم بیدار میشد منو میدید توی خونه تمیز. من گفتم کی تمیز کرده؟ من گفتم وات ده، میدونی همه چقدر لشین، فقط من پول میخوام. خب من که فکر کردم آدم لش پولدار میتونه بشه، لش پول نمیتونه در بیاره. من الان مثلا میگم ماشینم چرماش دلش میخواد روغنی بهش بخوره که جون بگیره، کار اینه که یه نفر بره توش اینطوری کنه با یه دونه دستمال. یعنی هر الاغی واقعا این کارو میتونه انجام بده. فرض کن یه نفر بلند شه تو خونه میگه آقا من امروز بیکارم، بذار ببینم میتونم برم $100 پول در بیارم. بلند شه بره تو شهرش راه بره به جای خوبش. من مثلا جای شهر خوبمون خونه گرونه که مثلا خونه 2 میلیون 3 میلیونی هست، با خونه من مثلا 3 دقیقه فاصله داره. من این 3 دقیقه رو با ماشین میتونم برم اونجا. در خونه اولو بزنن باز نمیکنه، در خونه 17 ام که باز میکنه، در خونه 17 ام که باز کرد میگم آقا من کارم اینه که این صندلیای ماشین تو رو روغن میمالم بهش، کاندیشنر خیلی مخصوص میدم، بطری من بهش نشون میدم. بعد یارو میگه که نه مرسی من نمیخوام، تو همین ماشین رو توش تمیز میکنی دیگه. بعد میگم نه من ماشین توش تمیز نمیکنم، من دکتر چرمم. ببین این چرم قبلا یه پوست گاو بوده دیگه، میفهمی زنده بوده. الان تو این کانادا، حالا هر جای این داستان، حالا تو مکزیکی میگی تو این آفتاب، تو کالیفرنیا میگی تو این آفتاب، تو ونکووری میگی تو این هوایی که هر صبح شب سرده صبح گرمه، هی بالا پایین میشه دما، خیلی بده واسه این. بعد تو میشینی روی این از این هیتر رو روشن میکنی، از اون داره داغ میشه. این چرم واسه این ساخته نشده بوده. من الان احتیاج داره اینا نگهداری کنم و هیچ اینا رو به تو نمیگه. چرمت خراب شه بعد میخوای یه صندلی عوض کنیم، یه صندلی مثلا $3000 میدونستی؟ من الان با مثلا میتونم درست کنم. بعد یارو برمیگرده میگه که اوکی چقدر میگیری؟ در میاری بهش میگی $150، میگی صندلی $30. بعد یارو میگه او، بعد همونجا میگی صندلی عقبم 2 تا صندلی حساب میشه. بعد یارو تو مغزش همونجا فکر کنه 3 تا دیگه، چون میگه ماشین 5 نفر است. بعد یارو میگه این باعث میشه به تو اعتماد کنه. بعد میگه اوکی نه نمیخوام. خونه بعدی میری، خونه 37م، میگه اوکی بیا تو. 2 ساعت گذروندی، راه رفتی، خونه خوشگل دیدی، بعد نگذاشتی که. خونه 45م هم بهت میگه اوکی بیا تو. میری تو اسپری میزنی، اینجوری میکنی فلان میکنی. بعد میای بیرون میگه آقا یارو 2 تا ماشین هم داره، یه ماشینش هم 7 نفره است، 7 تا صندلی اون حساب میشه، 4 تا صندلی اون که ماشینش حساب میشه، 11 تا صندلی و صندلی $30 از یارو میگیری، تکس هم میندازی روش. بعد بهش میگی راستی اگه بخوای اینم دارم، مثلا میگم برای چراغای جلو میخوای بزنم ضد آب شه چراغات، اونم مثلا $7. و یارو میگه اوکی 4 تا چراغ دارم، میشه 4 7 اونم بذار روش. یا یه بیل 400 میاری خونه، رفتی 2 ساعت ورزش کردی، یه بیزنس هم زدی فلان. و این کارو ریپیت میکنی، میبینی بعد از 6 ماه 20 نفر آدم دارن که دارن به زنگ میزنن آقا من خواهر فلانی ام، من دایی فلانی ام، من همسایه فلانی ام، 1 سال شد میشه بیای ما رو، 6 ماه شد میشه بیا برگردی ماشین ما رو کاندیشن بکنی فلان بسا. مثلا این نه برو سقف یارو رو تمیز کن، فقط باید حاضر باشی چیزی که شیب داره اینجوری راه بری. نمیخوای اون کارو خطرناکه قبوله. البته اینا میگم تناب داره، به خود میبندی به سقف بیفتی آویزون میشی. میدونی آسیا نیستیم، توی قاره آمریکای جنوبی هستیم. آمریکای جنوبی خوب اومدن. خلاصه میگم آقا من خود از دست همتون شاکی ام، همه دنبال پولن، هیچ گوی نمیخوره. همه میگن یه نفر نداریم ما رو استخدام کنه. از کارگری میخوای بری تو کارگری، این راه حلته. تو الان خوشحال باشی که کارت کمه، تو الان خوشحال باشی که مثلا کار پیدا نکردی. چرا؟ چون من اگه سر کارم میگفت هفته 40 ساعت بیا، میتونستم فقط رو بیزنسم 40 ساعت کار کنم. وقتی سر کارم بهم میگفت 20 ساعت بیا، رو بیزنسم 60 ساعت کار میکردم و بیزنس من زودتر بره بالا. برعکس همه لش. مثلا تو این منبر که مثلا میرم آدما رو میبینم، میگم مثلا طرف برای 20 روز مثلا فکر کنی که میبینم هر روز یکی بعد از ظهر از خواب بلند میشه، بعد یه روز ساعت 7 بلند میشه میره، به خاطر اینکه یه جا گفتم بهت ساعتی مثلا $12 پول میدیم. 7 صبح دوش گرفته بلند میشه میره اونجا. بعد میگم خب دریوس اگر واسه یه نفر دیگه واسه $10-12 حاضری اینجوری کنی، واسه خودت چرا نمیکنی؟ اگه 7 واسه که حاضری بلند شی، واسه خودت 5 پا نمیشی. بس وقتی خودت واسه خودت ارزش قائل نیستی،
و خودت اینو نمیتونی بفهمی، چطوری انتظار داری موفق بشی؟ بری سمینار، بری کتاب بخونی، با من کانسالتیشن بگیری؟ نه، اینو تاثیر نداره. یه بار اینو گفتم دوباره تعریف کنم. یکی من زنگ زد گفت من 18 سالمه چیکار کنم؟ گفتم بزن. گفت یعنی چی؟ یعنی من چیکار کنم؟ من چه میدونم تو باید چیکار کنی؟ تو به من میگی داری چیکار میکنی؟ من گوش بدم برات میگم او اینت باحاله، اینت تخمیه، اینطوری کن، اینم امتحان کن. رو آیدیای تو من باید قلب بخورم. میگم واسه تو بیام به تو بگم به نظر من جراح قلب بشو. شما زعفرون برو بفروش. شما نمکی شو رئیس نمکی‌ها. شما برو رئیس گداها بشو تو که آدامس میفروشن سر 4 قرمز. چه میدونم به تو بگم چیکاره بشو. هر کسی یه جا داره سنگین پول داره. اون نمکی هم که تو کوچه بود نمکی کسی میدونه چی. ما بچه‌ها که داد میداد کوچه نمکی میومد بهش نونخوش میدادیم، نمک میگرفت، نونخوش رو مثلا بیسکویت میکردن. یه نفر داشت اون نمکی که دار به داغون بود با شر و پارش راه میرفت اینو میکشید گاریو تو سرما و گرما. یه نفر داشت میلیونی پول در می آورد. نمکی نفر آخر بود. من نمیتونم به تو بگم برو نمکی بشو یا برام جراح قلب بشو، ولی تو باید نمکی رو امتحان کنی، درس هم بخونی، به اون جراح قلب بشی، بعد مثلا واسه یه نفرم کار کنی. برام همه ریلکس نشستن، یه کار مینیمم میگیره، درآمدش $2000، خرجش 1500، میگه خوبیم دیگه. خب وقت تموم میشه، میگه چند سال زنده ایم؟ مثلا من فکر کنم ما کلا 60 تا تابستون تو زندگیمون میبینیم که مهمه. تا 15 که اصلا مهم نیست. از 15 بعد 75 سالگی هم دیگه تو تمومی دیگه. نمیتونی که مثلا چیزی بکنی. 75 دیگه بعد تو باشی دیگه. حالا یا زیگیر دور و بریاتی بچه‌ها و فلان، یا عشق و حال داری میدی، همه رو داری ساپورت می‌کنی و میاری بالا چون خود خفن بودی. ولی دیگه زندگی نه، کلا 60 تا تابستون ما می‌بینیم. 60 تا واقعا زیاده. الان یکیش تموم شد 59 تا. اینجوری هم میره، نه مثلا 59 58 اینجوری هم داره میره پایین. فکر کن کی میخوای پول داشتی؟ تایم تموم میشه دیگه. بعد وقت تموم. مثلا فکر کن من الان چرا من نمیدونم این کارا رو بکنم؟ چون سنم رفته بالا، مسئولیتام رفته بالا، بچه دارم، زن دارم، سرم شلوغه. برای منم $2000 $3000 اضافه پول در بیارم تاثیر نداره. من زندگیمو یه جور تونستم بسازم الان که با اینکه هیچ کاری نکنم، هر شرایطی که هستم الان میتونم خودمو بگذرونم ببرم جلو و من با این خیلی حال میکنم. من دنیایی داشتم که داشتم سگ پول در می آوردم، مثل سگم زحمت میکشیدم. دنیایی دارم الان که مثل سگ پول ندارم ولی وضعم اوکیه، ولی نباید کار بکنم، هیچ مسئولیتی ندارم، تلفن من زنگ نمیخوره. مثلا من 3 ماه که مسافرت بودم تلفن من زنگ نخورد. این خداست. میدونی چی بهت میگم؟ یعنی مثلا این عالی ترین داستان دنیاست واسه من اینو میخواستم، من بچگی من اینو میخواستم، بهش رسیدم. ولی برعکسی که پول میخوام باید بدوین، ندوین به هیچ چی نمیرسین. آخ و اوخ این کار به من نمیاد، من بابام فلانه، برم دوم دکتر، برم کبابی بزنم. آره آقا اگه دستپختت خوبه، غذا میفهمی، زبونت قویه، باید بری کباب بزنین، چرا که نه؟ بعد تو میتونی مثلا کسی باشی که تو دنیا 4000 تا شعبه داشته باشه، هر دکتری آرزوشه پسرش این باشه. روز اول که نمیتونی با 4000 تا کبابی شروع بکنی، باید با یه دونه کباب شروع بکنی توی مغازه کوچیک که اصلا دستور یه نفر باشی تو زیاد بگیری و بگی او این کار کردم بهتر شد، بدتر شد، او دیدی اون دفعه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ من نمیبینم مردم سعی کنن. من با برعکسی که مثلا بیشترین گرام با کسایی که مثلا کانسالتیشن داشتم، میان وقتی تو کانسالتیشن خیلی داغن، بعد که مثلا باشون فالو آپ میکنم، یا ما دیگه مثلا میگم این کارو کردی، میگه آره الان دنبالشم. بابا من میگم به جون مادرم یه چیز اینجوری سرم پیش میومد، تو 24 ساعت جوابشو در میآوردم. یعنی دیگه تو این لول میخوام جنس ببرم آمریکا. سال 2001 بن لادن زده 9/11 رو ترکونده، آمریکا الان تو چیز جنگ از تمام قهوه‌ها بعدشون میاد. منم مثلا قهوه رنگ مورد علاقه شون که دقیقاً یعنی هدفشون هم بعدشون بیاد، جنسمو میخوام از کانادا بفرستم آمریکا. و سال 2001 روی اینترنت اطلاعاتی نبود. میدونی چی میگم؟ اینترنت بود بنگ بنگ بنگ، اون اینترنت بود اون موقع. اطلاعاتی روی اینترنت نبود. من هرچی گشتم که آقا چجوری باید جنس تو از کانادا ببری آمریکا، پیدا نکردم. یه کمپانی بودن که میگفتن بده ما میبریم، اونا که بدرم نمیخور. زنگ زدم مثلا میگه آره مثلا ما $700 میگم، من کلا جنس مثلا $80 $700 دادم چیکار. بعد دیدم هرچی گشتم پیدا نکردم. هر کی زنگ زدم بهم اطلاعاتی نداد، بگم نمیشه. نه چیکار کردم؟ جنس رو ریختم پشت ماشین، با جنس رفتم تو آمریکا. گفت چیکار می‌خوای بکنی؟ گفتم بیزنس. گفت گو خوردی. گفتم خب اوکی چیکار باید بکنم اگه بخوام گو نخورم؟ گفت بعد اینو داشته باشی. نوشتم، دور زدم برشم تو کانادا، رفتم اینا رو سرچ کردم، اینا رو گرفتم. 2 روز بعد برگشتم گفتم خب اینو دارم، الان میتونم برم تو. گفت آره اینه تو اشتباهه، اینه درسته. یاد گرفتم تو. این باید دیگه از این خفن‌تر که نیستش دیگه، از یک کشور به یک کشور تو اون سنوی که مثلا من برم نگیدن منو بکنن تو زندان، بگن آره تو جنس، او بمب داره، مسلسل بگیرن دورم بترسم. آدم میره کاری که خود انجام میده. مثل هر نوع حمالی هم باید
به راحتی انجام بدی، چون وقتی که موفق بشی اولین چیزی که از زندگیت میره بیرون حمالیه. همه میخوان ریلکس باشن ولی نمیفهمن که کسایی که داری میبینی ریلکسن حمالیشونو کردن یا بابا پول دارن. اگه بابا پول داری دمت گرم، حالش رو ببر، بشین همین کاری که داری میدی ادامه بده. من که با اون اصلا بحثی ندارم. هر کسی هم مثلا تنفر دارن از اینا که این که بابا پول داره، میگم من همیشه آرزو بودم منم مثلا میگم الان بعضی میگن تو هم بابا پول داری، ولی نه، منم حداقل من بابامو نمیدوشیدم ها، اینجوری بذار پولش اینجوری بذار بگیم. من هر کاری که کردم و خودم داشتم میکردم. من بیزنس اولام که شروع کردم از چین، تمام پولش رو خودم از توی پیتزا دلیوری درآورده بودم، جمع کرده بودم. شد اکانت من $21,000 پول جمع کرده بودم با $2 $3 که از مردم تیپ میگرفتم. همه پولمو جمع میکردم، $1 خرج نمیکردم جدیه. چرا؟ مثلا 10% رو خرج میکردم ولی 90% رو میذاشتم، چون میدونستم میخوام یه کاری بکنم، هرچی بیشتر پولش رو بشم بیشتر میتونم احتمالی که موفق بشم ببرم بالا. و جنسامو که پیدا کردم سریع سفارش دادم. بعد تو میدونی ببین، تو نمیتونم بهت بگم چقدر سخت بود تو سال 2000 بخوای بفهمی چه جوهری خوب میفروشه، چند تا جوهر تو دنیا وجود داره. یعنی اصلا واقعا موقع سخت بود، الان برای شما فوق العاده آسون شده. پس الان یه آدمی که میخواد موفق بشه باید واسه یکی کار بکنه، سعی کنه آنلاین هم یه جوری پول در بیاره، بره بگه آقا من اینستاگرام مردم رو منیج میکنم، بره بگه آقا من شروع کنم. ادیت نمیتونی بکنی چون ادیت وقت خودتو میبره ها. کاری باید باشه که بگی من وارد میشم 20 دقیقه وقت میذارم میرم، یه میرم تو توالت، یه موقعی که تو واسه کی کار میکنم نیم ساعت ناهارمه، یه قاشق میذارم دهنم، شروع میکنم میرم رو اینستاگرام یاروی کاراشو انجام میدم، ویدیوشو آپلود میکنم، فلان میکنم، هر چی که هست. نمیدونم یه کار آنلاین برای خودم درست میکردم، یه کار فیزیکلی خودم درست میکردم که آقا من الان جوونم میتونم از دیوار برم بالا. این مردی که 40 ساله نمیتونه از دیوار بره بالا. این مردی که 40 ساله نمیتونه خمشه 8 تا صندلی و 12 یا تا صندلی و اینجوری بماله. البته من هر دو تا ماشینم هفته 14 تا صندلی و اینجوری بماله. برام سخته، کمرم درد میگیره. ولی یه جوون اصلا چپش هم نیست، میدونم اصلا با خنده میکنه این کارو. وقتی تو بیای بگی من دکتر فلانم و اینا، خب من معلومه ببینم، من هر شیشم معلومه به زنگ میزنم، من معلومه پوریارم ببینم، میگم پوریا رسید که آخر ما که ماشین تو چیز کی بوده، بگه نمیدونم لازم بود، میگم آره بابا چرم، همون مزخرفی که از یارو گرفتم، آره چرم مال گاوه نمیدونستی فلان. و اینا تازه میگم همه من از باسنم در میارم. یعنی تو فکر کنم من الان می‌خواستم چرم بزنم، میرفتم برای تاریخ چرمو میخوندم، میدیدم چرم بهترین حالتش چیه، قدیمی ترین چرمی که عمر کرده چند سال طول کشیده. بعد همه اینا رو به یارو میگفتم. تا میدونستی یه چرم هست که مثلا مال چه میدونم فیلم فلانی الان 120 ساله تو موزه است، حالا فیلم نباید بگم، مثلا مال جنگ فلانی رو اسب پیدا کردن تو موزه 700 سالشه، پس چرمو اگه از روسش نگهداری کنی الان 500 ساله تو موزه دوام آورده. بعد میگه اوکی من نمیدونستم چرم 700 ساله وجود داره. من هیچ اطلاعات ندارم، من خودم در میارم. یعنی فکر کنم برم بشینم ریسرچ بکنم، بخونم، دو تا ویدیو نگاه بکنم، چند نفر که میشونم نگاه کنم، بعد برم به نفر که اینجا ماشین چیزی بگم آقا من میخوام واسات کار کنم، آدم میخوای، من خواستی این شمارم، هر هفته برم اونجا بگم آدم میخوای، بالاخره ماه دوم نه ماه 6 ماه 11 میگه چرا امروز آدم میخوام. من امروز یاد میگیرم یا ببینم این چی داری میزنی، میگه او این یه مایس میزنیم روکش سوم چرمه، این باعث میشه که اون چربی که الان زدیم مثلا بیشتر نگه داره توش. و اونا یاد گرفتم اینم هست، اگه تو ریسرچم و تو ویدیو یاد نگرفته بودم. و وقتی من در خونه یارو هیچکی بیشتر از من نمیدونه، چون من هم ریسرچ کردم، هم تو جلو دیدم، تو کار دیدم، هم ویدیو نگاه کردم، هم بهش فکر کردم، هم راجعش خوندم. کسی خیلی خفن باشه یکی از اینا رو انجام میده، نه دوتاشو. پس من الان آری واقعا میتونم بگم من دکتر چرمم. حالا این میتونه راجع به سقف باشه، این میتونه راجع به شستن زمین باشه، این میتونه راجع به زدن چمن باشه، این میتونه راجع به برات چیزی میخوای این ور بکنم باشه، نمیدونم. میدونی بیزنسی که همیشه بیزنس ریخته، چیزی که امروز لازم داری خودت بشو بیزنست. من امروز دارم یکی بره چمنمو بزنه، پس من میتونم چمن زن بشم، حتما یکی دیگه هم لازمه این احتیاجو داره. من میخوام برم الان ماشینمو چرب کنم، پس حتما یکی دیگه هم احتیاج ماشین چرب بشه که من میتونم برم اینو بهش بفروشم. به همین راحتی ایده بیزنس. ببین چی امروز خودت لازم داری تو دنیایی که هستی، دور بر خودت چی امروز لازم داری، اونو جواب بشه واسه همسایه‌ها و کسایی که دارن دی لازم شدن به بهترین حالت. چون الان من زنگ میزنم که بیاد ماشینمو چرب کنه، بعد که بره امکان داره 6 ماه بفهمم که او این لایه سوم وجود داره اون نزده، بعد میگم پس این علی که اومد در خونه ما این کارو کرد آدم خوبی نبود، دیگه بهش زنگ نمیزنم. ولی اگه از علی یاد میگرفتم این لایه سومو، دیگه من میشدم پاچه‌خوار علی، هر کی میگم بیا با علی خفنه. اینو خواستم بگم آقا اگه میخوای بیزنس پول در بیاری، بیزنس اینطوریه، پاشو تکون بخور.
خونه نشستن و خوابیدن هیچ اتفاقی نمیفته. بشینی بازی کنی بیشتر تو زندگی جلو میافتی تا اینکه بشینی تو خونه و ریلکس کنی و راه بری و تمیز کنی و از این حرفا. خیلی فکر کردم اینو وسط داشتیم با النا فیلم نگاه می‌کردیم، بعد هی داشتم به این فکر می‌کردم که چرا جوونا دارن پول پارو نمی‌کنن فقط به خاطر اینکه تنبلن و کنگوشادی یا فقط نمیفهمن. گفتم تنبل که نیستن، احتمالاً حواسشون نیست. بذار من بیام یه ونگی بزنم شاید 4 نفر بلندشن تکون بخورن. دمتون گرم. چاکس. اقتصادی